در ادامه بحث قوانین آنها نوشته، مثلا براتون بگم، میگفت دختر چون صحبت از دختر هم شد، دختر هر چقدر که زشتره صداش نازتره. دیدی؟ منشیان تلفن جواب میدن، الو، میری اونجا میبینی دراکولا نشسته پشت میز، آدم وحشت میکنه، میگه این قیافه به این صدا نمیخوره خداشو. مصطفی میگفت دختری داریم تو فامیل چهرش انقدر زیباست، شبیه آنجلینا جولیه، منتها صحبت که میکنه صدا اگزوز خاور میده، نمیخوره تصویرش. اینا جز همون قوانین سر خودشو بسن، اینا جز اون قوانین نانوشته است که من عرض میکنم. بارون میاد، مثل چند شب قبل که بارون اومد، شما دهنتو اندازه تمساح وا میکنی، از میون میلیاردها قطرات بارون یه قطره تا اتفاقی تو دهنت نمیفته، اما کافیه رو در رو با کسی صحبت کنی، ذره از بزاق دهن طرف پرت بشه بیرون، مستقیم تو لوز المعده بینشینه، یک هفته تحول بعد میگه با تمام